سایه‌ای که پشت پنجره ایستاده بود. ساعت از 2 شب گذشته بود. باران آرام روی شیشه‌های خانه قدیمی می‌بارید. آرمان تازه از محل کار برگشته بود. برق چند بار قطع و وصل شد و بعد همه جا در سکوت فرو رفت. تنها نوری که داخل خانه دیده میشد، نور ضعیف گوشی موبایلش بود. خانه را از پیرمردی خریده بود که قبل از فروش فقط یک جمله گفته بود: اگر نیمه شب صدای تخت و پنجره را شنیدی، هرگز پرده را کنار نزن. آرمان به این حرف خندیده بود. اما آن شب تپ 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 صدایی آرام از پنجره اتاق خواب آمد. با خودش گفت حتما شاخه درخته. اما پشت پنجره هیچ درختی وجود نداشت. چند دقیقه گذشت. دوباره تپ تپ تپ. این بار صدا بلندتر بود. قلبش تند میزد، اما کنجکاوی اجازه نمیداد بی‌تفاوت بماند. آرام به سمت پنجره رفت. درست وقتی دستش به پرده رسید، یاد حرف پیرمرد افتاد. دستش را عقب کشید. همون لحظه صدایی آرام از پشت پنجره شنید. آرمان. منم. در رو باز کن. صدای مادرش بود. اما مادرش 3 سال قبل فوت کرده بود. عرق سرد روی پیشانیاش نشست. چند قدم عقب رفت. صدای مادر دوباره تکرار شد، اما این بار غمگین‌تر. پسرم. خیلی سرده. فقط یه نگاه کن. اشک در چشمان آرمان جمع شد. نمی‌توانست باور کند. ناگهان گوشیاش زنگ خورد. دوستش سامان بود. وقتی تماس را جواب داد، سامان با صدایی لرزان گفت: هر کاری می‌کنی، پشت پنجره رو نگاه نکن. آرمان با تعجب پرسید: از کجا می‌دونی؟ سامان چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت: چون الان پشت پنجره من هم ایستاده. تماس قطع شد. خانه دوباره در سکوت فرو رفت. صدای تق حالا از همه پنجرهای خانه شنیده میشد. تپ 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 تپ. انگار چند نفر همزمان به شیشه ها ضربه میزدند. وقتی از کنار آینه رد شد، ناگهان خشکش زد. تصویر خودش در آینه نبود. فقط راهروی خالی دیده میشد. او مقابل آینه ایستاده بود، اما هیچ انعکاسی نداشت. ناگهان از داخل آینه دستی سیاه بیرون آمد. آرمان با وحشت عقب پرید و آینه روی زمین افتاد و خرد شد. صدای خنده‌ای آرام تمام خانه را پر کرد. خنده‌ای که انگار از صدها نفر همزمان شنیده میشد. او به سمت در خروجی دوید. دستگیره را چرخاند. در باز نمیشد. تمام پنجره‌ها شروع به لرزیدن کردند. صدایی خشن گفت: تو نگاه نکردی. پس حالا ما وارد میشیم. تمام چراغ‌های خانه یکباره روشن شدند. وسط پذیرایی پیرمرد فروشنده خانه ایستاده بود. اما صورت نداشت. فقط یک پوست سفید و صاف به جای چهرهش دیده میشد. آهسته دستش را بالا آورد و به پشت سر آرمان اشاره کرد. آرمان جریت نداشت برگردد. نفس داغی پشت گردنش احساس کرد. صدایی در گوشش زمزمه کرد: بالاخره نگاهم کردی. او آرام سرش را چرخاند. موجودی بلندقد با دست‌های غیر طبیعی و چشمانی کاملا سیاه فقط چند سانتیمتر با صورتش فاصله داشت. دهانش به آرامی باز شد. اما داخل دهانش فقط تاریکی مطلق بود. ناگهان همه چیز سیاه شد. صبح روز بعد همسایه‌ها متوجه شدند در خانه بازمانده است. پلیس وارد شد. تمام وسایل سر جای خود بودند. اما از آرمان هیچ اثری پیدا نشد. فقط روی شیشه پنجره از داخل خانه با انگشت نوشته شده بود: من پرده را کنار نزدم. اما او خودش داخل آمد. پرونده بسته شد. خریدار جدید مرد جوانی بود که به داستانهای ترسناک اعتقادی نداشت. وقتی کلید را تحویل گرفت، مشاور املاک فقط یک جمله گفت: اگر نیمه شب صدای تخت و پنجره را شنیدی، هرگز پرده را کنار نزن. او لبخند زد.
دقیقاً همون لبخندی که آرمان روز اول زده بود. اگر فکر میکنید داستان همینجا تمام شد، اشتباه میکنید. چند ماه بعد پلیسی که پرونده آرمان را بررسی کرده بود، تمام فیلم‌های دوربین مدار بسته خانه را دوباره تماشا کرد. در یکی از فیلم‌ها آرمان دیده میشد که ساعت 20:13 شب روبروی پنجره ایستاده است. اما چیزی عجیب وجود داشت. پشت شیشه هیچ کس نبود. با این حال سایه داخل خانه پشت سر آرمان حرکت می‌کرد. آن سایه هر ثانیه بلندتر می‌شد. وقتی به قد سقف رسید، سرش را خم کرد و درست کنار گوش آرمان ایستاد. اما آرمان هیچ واکنشی نشان نداد، انگار اصلاً حضورش را حس نمی‌کرد. در آخرین فریم فیلم، دوربین برای یک لحظه نویز انداخت. وقتی تصویر برگشت، آرمان ناپدید شده بود. اما موجود مستقیم به دوربین نگاه می‌کرد. بعد لبخند زد. از آن شب به بعد هر کسی فیلم را تماشا می‌کرد، ادعا می‌کرد نیمه شب صدای 3 ضربه آرام به پنجره خانه‌اش می‌شنود. تپ، تپ، تپ. اگر امشب هم این صدا را شنیدی، شاید فقط باد باشد. اما اگر بعد از آن کسی با صدای یکی از عزیزانت تو را صدا زد، هرگز پرده را کنار نزن.